با ما همراه باشید با دفاع 3 در مقابل 4 تیم پالما در نیمه نهایی اروپا. مدافع اول جلوگیری از فضای شوت، مدافع دوم پوشش بستن خط پاس، مدافع سوم نزدیک به بازیکن کنار و دروازه‌بان حمایت کننده نفر آخر. به شکل دفاعی تیم پالما الان دقت کنین. وقتی توپ به کنار میره، بازیکن مدافع اول خط پاس رو میبنده، مدافع دوم هم پوشش بازیکن و همچنین خط وسط، مدافع سوم 2 تا فضا رو باید ببنده، هم فضای بیرون هم فضای پشت سر. به عقبگیر تیم پالما دقت کنین. با تغییر مسیر توپ تغییر جا داره و پوششاشو تغییر میده نسبت به موقعیت توپ. تو صحنه بعد باز هم نگاه کنیم به عملکرد عقبگیر تیم پالما که با جابجایی توپ پوشش نفر آخر رو به خوبی انجام میده و خط پاس رو میبنده. شکل دفاعی 2-1 فوق‌العاده تیم پالما که اجازه شوت زدن به تیم بنفیکا رو اصلا نمیدن. تو این صحنه وقتی عقبگیر تیم پالما از بازیکن مهاجم دور هست، دروازه‌بان به خوبی پوشش رو انجام میده و اجازه باز شدن دروازه رو نمیده. باز هم شکل دفاعی فوق‌العاده تیم پالما رو با هم ببینیم که وقتی توپ به کنار میره چقدر خوب پوشش‌ها رو انجام میدن و نکته مهم اینه که اصلا اجازه شوت زنی به تیم بنفیکا رو ندادن تو 2 دقیقه‌ای که یه یار کمتر داشتن تو این دیدار.